و کارهای روزمرش اون تقوای خاص حاکم چیه؟ عدالت بین رعیت. و همطور قیاس بگیرید. خداوند در این سوره میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین ان مکناهم. خوب دقت بکنید، میگه کسانی از بندگانمون که ما اونها رو متمکن ساختیم. با زور بازی خودشون نبود. خوب دقت بکنید، ان مکناهم، افرادی که ما نظر ویژه به اونها داشتیم که اینها تاجر بشن، اینها حاکم بشن، اینها عالم بشن. چه کار میکنن؟ باید 4 کار انجام بدن. اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خیلی جالبه. کسانی که ما اونها رو در دنیا قوی ساختیم و متمکن ساختیم 4 کار باید انجام بدن. تمکن نباید سبب تکبر و غرور و خودخواهی بشه و جاه طلبی بشه. تمکن خدا داده. این تمکن چقدر زیبنده هست برای بنده از بندگان خدا که جزو اصحاب تمکن باشه، ولی اونقدر خاکی و متواضع باشه و نوازشگر باشه برای جامعه و برای بندگان نیازمند خداوند. که خداوند از این سوژه‌ای که این بندی متمکنش داره ایجاد میکنه لذت ببره از تماشاش. و بندگان خدا هم همینطور. اگر یه فقیری متواضع باشه خیلی طبیعیه، ولی اگه تاجری متواضع باشه چقدر زیباست، چقدر جذابه. این زبان زد خواهد شد. اگر یه فرد عادی عادل باشه، اما یک حاکم قدرتمند که میتونه ظالم باشه عادل باشه چقدر زیباست. خدا پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند من تواضع لله رفع. کسی که تواضع بکنه برای خداوند، فروتنی بکنه، خداوند اونو بلند میکنه. و این سجده قشنگترین نوع تواضعه، زیباترین و کاملترینش. چون این نوک بینید و این پیشانی، اگه کسی مشتی بخواد بزنه تو صورت تو، بلا فاصله دستت میاری جلو که تو این صورتت نخوره، تو این بینید نخوره. میگم فلانی پوز فلانی رو به خاک مالید. ولی عاشقانه انسان اینو به خاک میماله. ما باید در مقابل خدا از خود بی خود بشیم، بد به خود بیایم، محو بشیم، بد پیدا بشیم. وقتی تو میگی الله اکبر به سجده میافتید، یعنی تو محو شدید. خودتو در مقابل اون کبریا و بزرگی و عظمت ناچیز شمردید. سبحان الله. نماز جلوه 3 تواضع است. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. کسانی که اونها رو متمکن ساختیم که اسباب تکبر دارن، بلا فاصله چه؟ میان نماز رو برپا میدارن که اونی که طغیانگره بر اونها طغیان نکنه. طبیعت مال طغیانگره اگه کنترل نشه. طبیعت مقام، پست، مقام، حکومت طغیانگره اگر تواضع در کنارش نباشه. جمال طغیانگره. جمال و مقام و مال و حتی علم، شهرت، اینا طغیانگره.
انسان دچار غرور میشه، خودشو فراموش میکنه، دچار غفلت میشه. بلا فاصله اینجا آمدن چه؟ این اسباب تمکن تکبر احتمالی و طغیان احتمالی رو کنترل کردن با سجده برای خدا. در نماز 3 تا چه تواضع وجود داره. یکی قیام با ادب ایستادن رو به قبله هست و دست بستن. سبحان الله، الله اکبر، تمام شد. وقتی دستاتو بلند کردید با ادب تا اینجا بردید میگی الله اکبر، رو سینه میذارید، نگاه به سجدت میکنید بدون حرکت. این یک تواضعه. مرحله دوم تواضع که کاملتر میشه وقتی که میگی الله اکبر، دیگه خم میشید، میرید به رکوع. تو تواضع اولی وقتی میگی الله اکبر، بعد از دعای استفتاح وجهتو که میخونید، بس سوره هم میخونید، الحمدلله رب العالمین. قبلا به شما تفاوت شکر و حمد رو گفتم. شکر در مقابل نعمت هست، اما حمد و ستایش و ثنا در مقابل عظمت و بزرگی است. خداوند در سوره حمد نگفته الشکر لله رب العالمین، بلکه گفته الحمد لله رب العالمین. پس حمد در مقابل چیه؟ عظمت و بزرگی. تو در مقابل یک بزرگی که از اون بزرگتر در کل هستی نیست ایستادید. عظیمترین ذات و بزرگترین ذات رب العالمینه. اینجاست که تو بر بزرگی خدا داری به ادب می ایستید، رو به قبله، بعد میگی الحمدلله رب العالمین. بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد. چون عبادت 3 تا عبادته. یک عبادت عبید، بردگان. عبادت بردگان از روی ترسه. 2 عبادت تجار، معامله است. این به من بده، من نماز میخونم تو به من بهش بده، من نماز میخونم تو به من فلان بده، یعنی با خدا شرط داری میکنه. این عبادت تجار، اهل معامله. 3 عبادت الاحرار، عبادت آزادگان، آزاد مردان، بندگان آزاد که پی به عظمت و بزرگی الله بردن، بدون هیچ چشم داشتی دارن در مقابل عظمت و بزرگی که اون ذات بهش متصف هست دارن تواضع میکنن. بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد. چقدر زیباست که با وقتی میگیم الله اکبر، بعد میگیم الحمدلله رب العالمین، این معانی بیاد تو ذهن ما. مالک یوم الدین. شاید در دنیا کسی دیوانگی بکنه بگه من فرمان روای بلا منازعم روی زمین، ولی اینجا خداوند میگه مالک یوم الدین. اونجا دیگه کسی جرئت نداره بگه من فرمان روای روز قیامتم. اینجاست که خداوند در دشت محشر دوباره صدا میزنه وقتی که فرمان روایان روی زمینی که دچار غرور و خودباختگی و خودشیفتگی شده بودن ادعای خداوندی کردن، بندگان خدا را بردگان خودشون حساب کردن و اونها رو به ذلت و خواری نشوندن و فخر میفروختن. اونجا در دشت محشر دیگه اینا خداوند میگه ولا تسمع لهم همسا، حتی صدای در گوشی هم از اینا نمیشنوید. اینجاست که خداوند رب العزت والجلال فریاد میزنه لمن الملک اليوم،
امروز فرمان روایی از آن کیست؟ جواب نمیدن. جواب نمیدن. این عربده هایی که میکشن امروز در روی زمین جواب نیست. رنجور ایستادن، غبار شرم و حیا بر صورتشون، چهرهشونه. دوباره خداوند فریاد میزنه، صدا میزنه لمن الملک الیوم، امروز فرمان روایی از آن کیست؟ جواب نمیدن. لمن الملک الیوم، جواب نمیدن. اینجاست که خداوند بزرگ عظیم در اوج کبریا و عظمت و بزرگیش خودش جواب خودش میده. میگه لله الواحد القهار، امروز فرمان روایی مطلق از آن واحد قهاره که هر بزرگنمایی در دنیا مقهورش میکنه اینجا. سبحان الله. تواضع زیبنده عبده، کبریا و عظمت و بزرگی و جلال رضا و ازار رب العالمینه، لباس رب العالمینه. رب العالمین میگه هر کسی در لباس من که کبریاست با من منازعه بکنه اونو نصفش میکنم. نگاه نکنید 4 روزی داره میبینید بعد از حکام در دنیا چطوری ادعای خداوندی میکنن. داستان نمرود رو شنیدید، داستان فرعون رو شنیدید که دیگه فرعون به بنی اسرائیل گفت انا ربکم الاعلی، من خدای برتر شما هستم، ما علمت لکم من اله غیری. اول یک ذره اعترافی به اون خدای موسی کرد، ولی گفت من برترم از خدای موسی. سبحان الله. ولی تو دوم شیطان وسوسش کرد که اصلا بگه چه نفی بکنه. گفت ما علمت لکم من اله غیری، اصلا من غیر از خودم برای شما الهی خدایی نمیشناسم. سبحان الله. خداوند همون جوی آبی که از زیر قصرش میرفت و پوز میداد میگو و هذه الانهار تجری من تحتی، رودخانه ای که خداوند ایجاد کرده روان کرده میگه مال من، زیر پای قصر من داره رد میشه. خداوند رودخانه را که زیر پاش میرفت عروس سرش برد. سبحان الله. وقتی که رودخانه از روی سرش رد شد فریاد زد که الان من ایمان میارم به همون خدایی که موسی و بنی اسرائیل ایمان داشتن. گفت الان دیگه خیلی دیر شده، ما فقط جسد تو چه بدن تو امروز نجات میدیم که درس و عبرتی باشه برای هر خدانمایی که و فرمانروایی که ادعای خداوندی میکنه و ظلم میکنه و مردم رو ذلیل و خوار میکنه. حکام متوجه باشن اینا بندگان خدا، خدا نسبت به بندگانش غیرت داره. رامسیس دوم همین فرعونه، جسد مومیاییش هست. آخرین نفری که از قوم بنی اسرائیل از پیروان موسی از رودخانه رد شدن، از نیل رد شدن، وقتی عصاشو زد چوب بعض موقع چه کارایی میکنه. سبحان الله. اینا وقتی وصل میشه به نیت ما و توکل ما وصل میشه به بالا، اصلا دیگه هیچ چیزی چاره تو نمیکنه، هیچ چیزی نمیتونه در مقابل تو علم بشه. این توکل و نیت رو داشته باشید. کارهای عجیبی میکنه این توکل. قدرت انسان مؤمنی که به خدا وصله. زمین وقتی که از آسمان یا آسمان از زمین، از آسمان، مجموعه آسمان جدا شد، همینجور در حال چرخشه. خداوند برای اینکه چرخش زمین و حرکت زمین رو کنترل بکنه کوه انداخت در زمین و خداوند میفرمایند والجبال اوتادا، ما زمین رو کنترل کردیم با لنگری به اسم کوه
که لایه‌های درونی زمین و قارات رو از درون به هم وصل میکنه. و الجبال اوتادا، اوتاد جمع وتده و وتد به میخی گفته میشه که عرب یا صحرانشینا خیمه‌شون رو محکم میکردن، میخ میکردن، میکوبیدن، به اون میگن وتد. و اینجا خداوند تشبیه کرده کوه به وتد، به میخی که زمین رو کنترل میکنه. سبحان الله، چه قدرتی است تو این کوه. همین اندازه که روی زمینه چند برابر زیر زمینه، ریشه دوانده تو لایه های زمین، زمین رو داره کنترل میکنه. خب خداوند مخلوق قوی تر از کوه هم داره. چیه؟ آهن. ما سوری در قرآن داریم به اسم سوره الحدید. بعضی از عزیزان فکر میکنن همین سوره های قرآن نمازه، نماز و روزه و زکات و حج و... شنیده بودید سوره الحدید، سوره آهن؟ خداوند درباره آهن چی میگه؟ میگه انزلنا الحدید فیه بأس شدید. سبحان الله. یعنی خداوند آهن رو از بالا انداخته، میگه انزلنا، ما آهن رو نازل کردیم، فرو فرستادیم. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، درش بأس هست، قدرت هست، قدرت خیلی شدید هست. این پیکرها و با قدرت برق وقتی با هم میشه و این پتکا و وقتی میزنی به صخره، صخره متلاشی میشه. برید دنبال خواص آهن بگردید. پس کوه قوی است، زمین رو مهار کرد، کنترل کرد، آرام کرد. آهن قوی است، صخره ها رو متلاشی میکنه. از آهن هم مخلوق قوی تر خدا داره، آتش. آتش آهن رو ذوب میکنه مثل این آب. سبحان، روان. همین آهن سخت روان میشه مثل آب، موم میشه تو دست آهنگر، میچرخوندش به هر شکلی که دلش بخواد. سبحان الله. بریم بالاتر، از آتش هم قوی تر داره خداوند مخلوقی، آب. این حالا اینجا ظرافتش پیدا نیست، اگه شیشه‌ای بود خیلی ظریف بود. این آب. به نظر شما من این انگشتم بدنم تو این دیوار، خب ما گفتیم که صخره بعدش آهن، ما میگیم که کوه قوی تر از زمینه و آهن قوی تر از کوهه. بعد میگیم آتش قوی تر از آهنه، بعد میگیم آب قوی تر از آتشه. یعنی آب چند مرحله قوی تره. ولی اگر من انگشتم بدنم تو این آب خیلی لذتم میبره، شادم میشه، نوازشم میشه، انگشتم هم سر جاشه. ولی الان بدنم تو این دیوار له میشه، خونالود میشه. یا این مشت بزنم تو یک ظرف سطل آب، چه راحت فرو میره و چقدر روح و روان من تلطیف میکنه. ولی این مشت رو بزنم به یه دیواری، حالا به یه آجوری، به یه بلوک، اینا همش یا خرد میشه یا خونالود میشه. سبحان الله. این از منظر ما فکر میکنیم آب یه چیز ظریفیه، ولی چه؟ آهن یه چیز خیلی خشنیه، اون قوی تره. اینطوری نیست. شما رفتید تو کوه، دیدید که بعضی جاها از دل کوه، از اون بالا یه سوراخی شده، تق تق یا چک چک، آب میچکه رو صخره پایینی، اونو سوراخ میکنه. دوباره خداوند در قرآن مثال زده و این من الحجارة، دنبالش چیه؟ لما یتفجر منها
انهار. سبحان الله. میگه بعضی صخره‌های سخت و سنگ‌های سخت شکفته شده، از درون اون صخره انهار جاری است، چشمه‌ها جاری است. چه قدرتی داره آب. خب پس از آتش قوی‌تر آبه. میریزن رو آتش، سبحان الله، آتش رو خاموش میکنه. بریم بالاتر. از آب قوی‌تر چیه؟ چه مخلوقی است؟ باد. سبحان الله. همین بادی که موهای ما رو نوازش میکنه، این نسیم خنکی که میاد از روی دریا ما رو حال و هوای دیگه میده. یه وقتایی تبدیل به طوفان و سونامی میشه. این دریا میگن 3 نعمت درش هست. 3 چیز در دریا هست. ما کنار دریا هستیم. یکی هیبت خداوندی سبحان الله. دو موج در قرآن مطرح شده. یکی موج درونی که دریا رو پاک میکنه، یکی موج بیرونی است که وقتی تلاطم درونی ایجاد میشه اینا میاد رو سطح آب، موج بیرونی اینها رو میذاره چه؟ دریا نجاست تحویل نمیگیره، آشغال تحویل نمیگیره، میریزه تو ساحل. این موج بیرونی که مثل کوه میشه، بعضن تا 30 متر 40 متر ارتفاع تو اقیانوس‌ها میرسه، شاید هم بیشتر. واقعا هیبته. ما خودمون با وجودی که اینجا تنگه هست، تقریبا شبه جزیره هست، اون سونامی هایی که و طوفان هایی که میاد 250 کیلومتر در ساعت، 300 کیلومتر در ساعت، حالا تصور بکنید چه حال و هوایی و چه مسائلی تو این اقیانوس ها ایجاد میکنه. ما خودمون بعضی موقع که این دریا متموج میشه طاقت نداریم نگاهش بکنیم، دود ازش بلند میشه. این لاندیگرافا، این کشتی های کوچک لنج ها رو میکوبه به ساحل. اینجا که طوفان های 100 کیلومتر در ساعت نمیاد مثل میامی آمریکا یا نمیدونم جاهای دیگه. و پس یک هیبته. 2 نعمته. دریاست دیگه، ذخیره نعمت هاست. بزرگترین و متنوعترین و سالمترین و تازه ترین منابع غذایی است. خداوند تعریف یک گوشت کرده در قرآن، گفته اون گوشت تازه است. و لحما طریا، گوشت ماهی. گفته لحما طریا، گوشت تازه. سبحان الله. قرآن همه چی توشه. ما فکر میکردیم همش نماز 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 نماز. چه آیاتی تو قرآن هست ما اصلا بهش توجه نمی کنیم. سبحان الله. و سومین چیزی که در دریا هست نوازشه. این نسیم خنکی که وقتی دریا صافه ما میگیم چربونه، چربه صاف. سبحان الله. تکون نمیخوره آب. این چشم سیر نمیشه از نگاه کردن به این آبی که صافه. سبحان الله. یه نسیم خنک هم از روش رد میشه، میاد سیبیلات و ابروهات و مژهات و موهات و پوستت رو نوازش میده، چون اعصاب انسان تو پوستشه دیگه. میخوره به صورتت و روحت و جان نوازه، روح نوازه، نوازش میده. سبحانک ما اعظمک. باید بگیم سبحانک ما اعظم خلقک. تو چقدر بزرگی، خلق تو چقدر بزرگ و مخلوقات تو پیچیده و عجیب و غریبن که ما شاید به گوشی از اسرار این طبیعت پی بردیم. امروز در زمان ما در عصر حاضر ماجراجوهایی که
انسان‌ها دارن، این ماجراجویی سبب اکتشافات و اختراعات میشه. انسان موجودی ماجراجوست و هر ماجراجویی آسیب پذیره. اینهایی که میرن در اعماق اقیانوس ها فیلم برداری میکنن، مستند سازی میکنن، بخش های فیلم های راز بقا تو جنگل با حیوانات، سبحان الله، میاد تو صفحه مانیتور و تو صفحه تلویزیون. چه عالمی است زیر این آب، چه دنیایی است، چه مخلوقاتی است، چه زیبایی است. از عظمتش گرفته و تنوعش گرفته و رنگارنگیش گرفته. جزر مالدیو چند تا نقطه است در اقیانوس هند، 350-400 هزار نفر جمعیتشون، همه شافعی مذهبن. چند تا نقطه است. زیباترین جزیره مرجانی دنیاست. دنیای از مرجانهای زیبا زیر این چند تا جزیره تو مالدیو هست. بزرگترین درآمدش توریسته. بالای 10 میلیون سالی میرن اونجا، چه میزنن عینک‌ها رو چشمشون، میرن زیر آب، این عظمت رو میبینن. سبحان الله. اصلا آمده تو خونت. ولی عجیبه که با این همه پیشرفت علم و تکنولوژی انسان‌های منکر خدا میشن. 1400 خورده سال پیش یک بدوی از صحرا رد میشد با شترش، تو بیابان میرفت تو جزیره العرب. یک دفعه مدفوع شتر دید. تا مدفوع شتر دید گفت البعیرة تدل علی البعیر، رد میشد تو این بیابان. تا مدفوع شتر دید این جمله رو گفت این بعیره مدفوع شتر، البعیرة تدل علی البعیر، دلالت بر یه شتری میده که از اینجا رد شده، این مدفوعشه، این آثارشه. سبحان الله. جای پا دید، گفت این جای پا، جای قدم ها، دلالت بر اینه که یک نفر از اینجا رد شده. همجور رفت یکی بس 3 تا جمله بعدش گفت الارض ذات فجاج، زمین با این همه شعبه هاش، شاخه هاش، راههایی که در درون زمین هست. والارض ذات فجاج والبحار ذات امواج، بحار اقیانوس ها با امواجشون. و السماء ذات ابراج، و آسمان ها با ابراجشون، برج هاشون، ابراج آسمانی. افلا یدل علی الواحد القهار، آیا دلالت در واحد قهار نمیده؟ این پیچیدگی در زمین و در دریا و در آسمان، در سه که بدوی صحرانشین مدفوع شتر میبینه، میگه چه؟ این دلالت در شتر میده. سبحان الله. از آب قویتر خدا مخلوقی داره؟ بله، آب همین که خیلی نرمه، همین لطیفه، اگه یک کمی خنک باشه بزنه به صورتت، اعصابت، اگه پاتو بزنید تو بلند بکنید، این شلوار یک کمی بالا بکشید، جورابتو بکنید، پاتو بذارید توی چشمه خنک، دلت خنک میشه، شاد میشید، اعصابت تلطیف میشه. یعنی اینقدر قدرت داره. بله. از آب مخلوقی قوی‌تر چیه؟ باد. باد وقتی میاد با سرعت 250-300 کیلومتر در ساعت امواج تولید میکنه. سونامی که چند سال پیش 600,000 نفر یک جا در چند ثانیه بلعید به کام مرگ فرو کرد، تا عمق 10 کیلومتر در ساحل رفت با سرعت 850 کیلومتر در ساعت. در سواحل سومترای اندونزی و 600 نفر رو به کام مرگ فرو برد. در یه چشم به هم زدن. سبحان الله. اون قدرت نمایی خداوند
توسط آب و باد بود و زلزله در اعماق اقیانوس. سونامی وقتی رخ میده یه زلزله انفجاری میشه در اعماق اقیانوس، بعد باد و آبم اینجا دخیلن، اون مواد مذاب رو وارد آب میکنه، بعد گداخته میکنه، آب و داغ میکنه، به جوش میاره، بعد سرازیر میکنه. سبحان الله. 9 رشته رو خورده ای یه انفجاری در اعماق اقیانوس به وجود آمد. یک دفعه سبحان الله همه اونهایی که کنار ساحل رفته بودن خوشگذرانی با لباسهای خیلی اصلا عریان نیمه عریان غافل شده بودن، یک دفعه آب اون ساحل مکیده شد رفت توی زمین. همه کنجکاو شدن برن آب ببینن این آب الان بود کجا رفت. به جایی که فرار بکنن رفتن به طرف آب. وقتی رفتن به طرف ساحل، یک دفعه پرت شد اون آبی که مکیده شده بود با اون مواد مذاب 15 متر 17 متر در هوا. بعد با سرعت 850 کیلومتر در ساعت آمد 10 کیلومتر در ساحل. سرعت هواپیما 850 کیلومتر. هواپیما وقتی که بلند میخواد بشه رو باند حداقل باید 300 تا 400 کیلومتر سرعت داشته باشه که این اجسام و اون وزن رو بتونه بلند بکنه. سبحان الله. حالا این سرعت این طوفان که پشت این آب بوده 800 کیلو تا 850 کیلومتر در ساعت بوده که تا عمق 10 کیلومتر میاد تو ساحل و کشتی های چند هزار تونی رو بلند میکنه، رو دستش میذاره، میاره رو روستا میذاره. سبحان الله. تو عمق 10 کیلومتر. برید بخونید، سرچ کنید، برید تو اینترنت. سونامی هایی که در دنیا رخ میده، همین سیل اخیر خودمون، اون سیل دروازه قرآن شیراز که خیلی کوچک بود، چطوری ماشین ها اگه آب 20 سانت زیر ماشین بیاد 20 سانت تا 25 سانت اون جرم سبک میشه. همین آب ظریف جرم سبک میکنه میاد رو آب. دیگه تو کنترل نداری، نه فرمون در اختیار تو، نه ترمز، نه ترمز دستی. خدا هر لحظه میتونه فرمون از دست تو بگیره، خودش رانندگی بکنه. اصلا من و تو در خورش نیستیم که باش اعلام جنگ بکنیم. یه سرماخوردگی ما رو بیبره زیر پتو، یه سرماخوردگی. برادرمون ستار چه دعای زیبایی، چه مناجاتی میکرد تو دعا امشب. یکی از این دعاها این بود: خدایا تو بندگان زیادی غیر از ما دارید، اما ما ربی به جز تو نداریم. ما کی داریم دیگه؟ ولی بندگان تو زیادن. چه کسی به سوی تو فرار کرده تو برش گردوندی؟ چه کسی به تو پناه آورده تو پناهندگی بهش ندادی؟ چه کسی دستش بلند کرده گفته یا رب یا رب حاجتش؟ چه کسی از تو مسئلتی داشته؟ ولی ما باید خواسته هامون رو دسته‌بندی بکنیم، نه هرچی به ذهن ما آمد از خدا بخواهیم. خواسته هامون رو باید دسته‌بندی بکنیم، چیزهای منطقی و معقول باید از خدا بخواهیم. حضرت ایوب بیمار سخت شد، بیماری پوستی. یه بیمار شفا میخواد، گفت بارالله انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. درسته؟ گفت بارالله، دردشو گفت ولی نگفت دوا بهم بده. سبحان الله. دستشو بلند کرد، بیماری پوستی، اگزیما و گال نمیدونم فلان و هرچی که مثل سر سوزن گداخته شده این شیمی درمانی تو بدنش بوده. دستش بلند کرد گفت بارالله
من آسیب دیدم، ولی تو ارحم الراحمینی. تو به بندگان ظلم نمی کنی، تو ارحم الراحمینی. اگر معنیش اینه اگر رحم تو همینه که من مریض باشم و من شکی تو رحم تو ندارم که ارحم الراحمینی، من صبورم، شفا نمیخوام. اگر رحم تو اینه نسبت به من. حضرت یونس تو شکم نهنگ بود، زندانی شد. وقتی در شکم نهنگ قرار گرفت یک دفعه به خود آمد. خداوند مأموریتش داد بره پیش قومش، اونها رو ارشاد بکنه، هدایت بکنه. کم حوصلگی در آورد، قومش رو رها کرد. قرعه انداختن به ساحل، سوار کشتی شد، کشتی خراب شد. گفتن یک خطاکار تو کشتی، پرتش کردن چه؟ هر چند بار قرعه مینداختن به اسم یونس در می آمد. انداختنش چه؟ تو دریا. خداوند نهنگو فرستاد، گفت ببلعش. سبحان الله، چند تن آب میبلعه نهنگ. حالا یونس هم یک رفت بالا. به مجردی که تو شکم نهنگ قرار گرفت یادش آمد که اشتباه کرده، با یه معذرت خواهی بدهکاره. خودمون چند تا معذرت خواهی بدهکاریم به رب العالمین. اون خیلی بزرگواره. اگه کسی گفت بارالله من معذرت میخوام، دیگه به جایی که گوشمالش بکنه نوازشش میکنه و هدیه هم بهش میده. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. نه تنها گناهتو میامرزه، بلکه گناههای 50 سالت هم تبدیل به حسنه میکنه، به پاداش میکنه برات. از این دیگه کریمتر، بزرگوارتر، سخاوتمندتر چرا نمیریم طرفش؟ یونس اونجا متوجه شد، حضرت یونس که اشتباه کرده، یه معذرت خواهی بدهکاره. وقتی که در شکم نهنگ قرار گرفت، یونس فریاد زد، گفت دیگه کسی نمیتونه اونو نجات بده. رفت تو اعماق اقیانوس. اون موقع خود دیگه زیر دریایی ها نبود که برن به کمک امداد و نجات، اینطوری نبود که تو اعماق اقیانوس بره. چه گفت یونس؟ لا اله الا انت سبحانک. نجات میخواست یا نمیخواست؟ کسی که داره غرق میشه نجات میخواد، ولی نگفت نجاتم بده، نگفت کمکم کن. خوب دقت بکنید به این معانی، به این باورها. گفت لا اله الا انت. توحید رو دوباره چه بیان کرد با تمام وجودش. لا اله الا انت. هیچ معبودی به حق که سزاوار پرستش باشه نیست به جز انت، به جز توی پروردگار. سبحانک، پاک و منزهید از هر گونه عیب و نقص و هر گونه خطا و هر گونه ظلم به بندگانت. اینی کنت من الظالمین. من به خودم ظلم کردم. سبحان الله، من به خودم ظلم کردم. اصلا تو این آیه تقاضایی هست برای که خدای کمکم کن من از شکم نهنگ در بیام؟ نیست. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. من از جمله ظلم کنندگان هستم. نگفت کمکم کن. به مجردی که این دعا رو گفت، خداوند رو تسبیح کرد و تقدیس کرد و پاک و منزه شمرد و توحید رو محقق کرد دوباره و اعتراف به کوتاهی و تقصیر کرد که من به خودم ظلم کردم و نافرمانی تو کردم، قومم رو رها کردم، وظیفه‌مو انجام ندادم. رفت تو کما. سبحان الله. همین دعا رو کرد، رفت تو کما. خداوند به نهنگ گفت، به اون مخلوقش گفت بیا در سطح آب. بیا سطح آب، برو تا عمق کم، تا جایی که میتونید. آمد رو سطح آب، گفت حالا یونس رو چه پرت کن به ساحل. سبحان الله. یونس در حال کما بود، وقتی پرت شد به ساحل، آمد به سطح آب، پرت شد. امواجی که بودن مثل این که 2 دست باشه، یونس رو بلند کردن به ساحل گذاشتن. فانبتنا علیه شجرة من یقطین. فا و یاواست ستار. فا
فانبتنا علیه شجرة من یقطین. وقتی به ساحل افتاد دیگه بدنش خیلی، خداوند یک درخت کدویی رو سرش یقطین آرام شد. بعد خداوند دوباره فرستادش پیش قومش که بیشتر از 100,000 نفر بودن اون زمان و بعد از هم دیگه لذت بردن. خدا بهش برکت داد. قدرت باد. خب داشتیم زمین، کوه، آهن، آتش، آب، باد. از باد مخلوقی قوی‌تر دارد خداوند؟ اصلا کامل بگیم از آب و باد و آب و آتش و آهن و کوه و زمین خداوند مخلوق قوی‌تر دارد؟ بله. انسان مؤمن که نیتش خالص برای الله و توکلش هم همیشه چه و هدفش هم همیشه رضای خداست. اینا رو همه کنار هم جمع بکنی تو انسان مؤمن جمع شده. میدونی کجاست؟ تو همین عصای موسی که زد به آب. آخرین نفر پیروان موسی قوم بنی اسرائیل از آب خارج شدن، آخرین نفر از سربازان فرعون داخل آب شدن، آب به هم آمد. سبحان الله. الان فیلمای تاریخی درست کردن، حتی کارتونیش هم درست کردن برای بچه ها. داستان نوح، کشتی نوح، داستان موسی، فیلمای خیلی قشنگه. محمد رسول الله چند مدت پیش آخر حال و هوای انسان رو عوض میکنه. کارتونیش هم هست برای بچه هامون. سبحان الله. این فیلم های کارتونیش تو ذهن بچه ها نقش میبنده. داستان پیامبران. کارش بریدنه، حلقوم اسماعیل رو نبرید. آب کارش غرق کردنه، حضرت موسی رو غرق نکرد، حضرت یونس رو غرق نکرد. آتش کارش سوزاندنه، آتش نمرود را بحر گلستان آفرید. آتش نمرود را بحر گلستان آفرید. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. اینجا منادی هست، منادا هست، حرف ندا هست. سبحان الله. اون پیام هست، اون ندا هست. خداوند منادی است، منادا آتشه. خداوند با آتش داره صحبت میکنه. قلنا، ما گفتیم، یا نارو، این یا نداست. ای آتش ما، ای مخلوق ما، کونی، باش، بردن، خنک، و سلامن، معتدل. اگه خنک زیاد بره زیر صفر چه؟ منجمد میشه. ابراهیم رفت آتش در آمد. سبحان الله. مثل که از تو گلستان در آمده. نمیشه. باور بکنی نمیشه. کارشون سوزاندنه ولی نمیتونه بسوزونه. رو ایمانمون کار بکنیم، رو عقیدمون، توحیدمون کار بکنیم، رو رابطمون با خدا کار بکنیم، خدمت به خلق خدا بکنیم، تواضع داشته باشیم. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. برمیگردیم به این آیه‌ای که امشب در صددش بودیم. وقتی اونها رو در روی زمین متمکن کردیم، قوی کردیم در زمینه‌های مختلف، بلا فاصله تواضع به خرج میدن. گفتیم یک نماز کامل نشانه 3 تواضعه. اول قیام الله اکبر، بعد خم میشه، تواضع دوم کاملتره، دستش کف دستش میذاره، این پنجه زانوشو میگیره، این دستاش باید راست باشه. در رکوع نباید این دستا خم باشه، اینجا آرنج نباید خم بشه، اینطوری نباید رکوع بکنی. این با کف این دست قرص زانوتو بگیرید صاف، کمرت کشیده بشه که اگه این لیوان آب رو کمرت بذارن در اثناء رکوع سر نخوره بیفته. این رکوع کامله. رکوع بی‌حوصلگی نه. وقتی رفتی در رکوع میگی سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان الله. اونجا دیگه خودت کوچک میشی.
سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد، میای بالا دوباره میگه الله اکبر، میرید پایین. وقتی دیگه پیشانی به خاک مالیدید به سجدگاه، اینجا پیامبر میگه دیگه حجاب میفته بین عبد و رب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند نزدیکترین موضعی که بندی نمیتونه از اون نزدیکتر به رب العالمین باشه موضع سجده است. تواضع کامل. حالا وقتی رفتی به پایین و خودتو انداختید به زمین، مناسب اونجا چه تسبیحی است؟ رکوع مال عظمته، ولی وقتی خودتو انداختی به زمین به پایین، از اون بلندی، از اون تبخترت، تکبرت، خودخواهی و منیتت، اینجا دیگه میگی سبحان ربی الاعلا و بحمده. من کوچکم افتادم رو زمین به خاطر اون بزرگی خیلی والا و برتره. خدا این تواضع رو نصیب بکنه. و آتا و زکات اگه فردا شب حیاتی بود انشالله درباره آتا و زکات انشالله با هم دیگه گپ‌هایی خواهیم زد. خیلی دوستتون داریم، خیلی حوصله کردید. خب جلسه رسمی بود، یه حاله‌های خاصی داشت، حالا یه لبخندی هم بزنید. حالیه، شما هم یه لبخندی بزنید من خوشحال بشم. همتون، شما پسرم، شما احسن. این سپیدی دندان باید پیدا بشه. لبخند، تبسم زمانی که این سپیدی دندان پیدا بشه. سپیدی دندان هم جزو عورت نیست. احمد الان دیگه لبخنده اصلیشو الان زد. این نیمام الان داره لبخنده اصلیش میزنه. خیلی عزیزید، همتون رو به خدا میسپارم. اجرتون با خدا باشه. جزاکم الله خیرا. از حوصلتون تشکر میکنم. التماس دعای خیر از همتون دارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب